بادی گرومر ریزو مدل 2031 دستگاهی برای اصلاح بدن، صورت، گوش، بینی، ابرو و نقاط حساس. بریم ببینیم چند تا سری داره و هر سری چه کاربردی داره. سری اصلی دستگاه سری بادی گرومر هستش، به این شکلی که در تصویر میبینید. برای اصلاح موهای بلند ساخته شده. حالا فرقی نمیکنه موی بلند موی صورت باشه یا موی بدن. موی بلند رو این سری به راحتی آب خوردن اصلاح میکنه. سری دوم سری شیور برای شیو و شیشتیخ کردن مو. خانم و آقا میتونه از این سری استفاده کنن، با این تفاوت که آقایون به واسطه اینکه موهای صورتشون ضخیم و پرپشته نباید بذارن موهای صورتشون بلند باشه، باید هر روز شیو رو با این سری انجام بدن. دقیقاً عین تیغ اصلاح رو انجام میده بدون هیچ گونه عوارض و حساسیتی. اما خانوما برای استفاده از این سری هیچ گونه محدودیتی ندارن، چه از لحاظ زمانی چه از لحاظ طول مو. هم میتونن هر روز شیو رو انجام بدن، هم میتونن ماهی یک بار زمانی که موها بلند بشه، و هم میتونن برای اصلاح صورت ازش استفاده کنن و هم برای اصلاح بدن. سری سوم سری موزن گوش و بینی. این سری برای کوتاه کردن موهای زائد داخل گوش و بینی طراحی شده. فقط دقت کنید که این سری موها رو از ته نمیزنه، شیو نمیکنه، شیشتیق نمیکنه. فقط موهایی که از بینی یا گوش میزنن بیرون و آراستگی و ظاهر صورت رو به هم میریزن، این دستگاه اون موها رو کوتاه میکنه که از دید خارج بشن. اما سری آخر و چهارم دستگاه سری بسیار پرکاربرد اصلاح ابرو هستش. با این سری شما میتونید بدون شونه، یعنی در این حالت، برای مرتب کردن ابرو ازش استفاده کنید. و همچنین این سری یه دونه شونه هم داره در دو حالت کوتاه و بلند که شما میتونید با این سری حجم ابرو رو بگیرید، در دو اندازه مختلف ابرو رو کوتاه کنید. در این ویدیو نحوه عملکرد تک تک سری‌های بادی گرومر ریزو مدل 2031 رو با هم بررسی کردیم. اگه سوال دیگه ای دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید که در موردش ویدیو بسازم.